در تأسیس شوروی و در فروپاشی شوروی هیچ سهمی نداریم. ما دوام 1000 سال دولتداری نداشتیم. اما این اساس ندارد. اختیاراً با روسیه همراه شوی آسیب منه. اینجا دو اصطلاح بحث برانگیز است. ازبکیه، قرقیزیه و ترکمنیه. یعنی نامی از تاجیک برده نمیشود. با این وجود ما میتونیم بگیم که ما صاحب دولتداری شدیم. برای ما یک شهر ندادن، اقلا ما پایتخت. چرا مردم سمرقند و بخارا اعتراض نکردن؟ خواب کن خلقی عزیزم، خواب کن. پرت یک گوهر جنبانی تو است. این زمان بیداری ملی و خودشناسی ملی ذکر می شود. میگویند که تاجیکان تا انقلاب بی‌سواد بودند. مهمترین چیزهایی که شوروی به ما داد چی بود و مهمترین چیزهایی که از ما گرفت چی بود؟ درود بینندگان عزیز، اینک از تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان 100 سال پر می شود. ما مهمترین رخداد 100 سال اخیر تاجیکستان رو با دکتر علم‌های تاریخ پروفسور سیف الله مولایجان به بررسی میکشیم. استاد از تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان اینک 100 سال پر شد، اما شما همچون مورخ قبول کرده می توانید که ما بعد از دولت سامانیان یا اینکه غوریان ما دوام 1000 سال دولتداری نداشتیم. نه، این یک املا و سخنی هست که در افهام مردم و بعضی حتی دانشمندان رسوخ کرده، اما این اساس ندارد. چرا؟ ما در عصر میانی یک واژه داریم با نام ترک و تاجیک. از همین بیهقی شروع کرده تا احمدی دانش شما بینید همین واژه هست. چرا؟ چون اینجا یک بعدیان که مهاجرت ترک‌ها شروع می شود، خب عرب ها می آیند، بعد ترک ها می آیند. در این منطقه سلسله ها عوض می شوند با نوبت، ولی در نام رسمی اینها همیشه همون نام رسمی باقی میماند. مثال همون گونه که امیر اسماعیل یا امیر نصر سامانی خودشون امیر خراسان میگفتن و شاعران هم مدحشون میکردن. رودکی میگود کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. محمود غزنوی خودش امیر خراسان میگه، سلجوقیان امیر خراسان. یعنی این عنوان میماند. این سرزمین هم سرزمین خراسان بزرگ باقی ماند و اکثریت مردم و زبانی رایج و فرهنگی رایج و عرفی رایج و آیینی رایج آیین مردمی بومی، مردمی تاجیک بود. و این خاطر گفتن که ما بی دولت بودیم، این استهزاء به خود مردم، به خود تاریخ و فرهنگ ماست. این چیز غلط است. در صدر دولتداری اگرچه دیگر قبیله دیگر ملت ها بودن، تاجیکان همیشه چشم راست بوده است. مردم معیار مردمان. یا بیاد روسیه رو ببینید. در روسیه یکاترینا 30 سال حکومت کرد. این زنک هم خودش هم پدر و مادرش آلمانیه، یا که یوسف استالین و نفرهای دیگر. اصلا حتی بنیادی یکی از نظریه ها راجع به تاریخ روسیه و تأسیس دولت روس نظریه است که با نام نظریه همون چی معروف است و لمناسف اون زیر تازه تنقید میگیرد. میگه که خاندان ریوریکا از دیگر جا از قسمتی اروپا آمدن و برای روس‌ها دولت ساختن. اما نمیگن که اون نام دولت روس است. یعنی نام یک سرزمین با سلاله حاکم، با خاندانی حاکم. یا من منقیت ببینید، منقیت آخر آمد حکومت کرد، نام دولتش دولت منقیت نبود که دولت بخارا بود. نام سرزمین است. با لشکرکشی روسیه با ترکستان که زمینه برای تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیست تاجیکستان گذاشته شد. اما اینجا دو اصطلاح بحث برانگیز است. یکم همراه شوی آسیای مرکزی با روسیه، دوم غصب آسیای مرکزی یا ترکستان از سوی روسیه. چند پیش یک وکیل دومای دولتی روسیه هم این اصطلاح با بحث کشید. شما چی نظر دارید و چرا ما در همون در کتاب‌هایمون همراه شوی آسیای مرکزی با روسیه می‌نویسیم با وجود آنکه استقلال کامل هم به دست آورده ایم؟ ببینید مهران فرین، من جوابی که سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نوشته است خواندم. ببینید در اینجا کمکاری ما مورخان است که کم کار کردیم و کم گفتیم و کم نوشتیم و این مسئله رو به توجه مردم نرساندیم. یکم اینجا کمکاری ما هست. دوم، همچنین ادعاهای از جانب بعضی مقامات متاسفانه دولت روسیه چند بار شد، نسبت به قزاقستان هم شد همین حالت 2-3 سال اخیر، نسبت به جمهوری همسایه ازبکستان هم شد و اینک به ما این هجوم شد. ببینید تاریخ وقتی از نگاه سیاسی شما بررسی کنید هر چی میخواهید بگویید، چون هیچ کس با شما کار ندارد، چون گپ سیاسیه. لیکن گپ علمی میخواهید شما، اینکه شما گفتید در کتاب‌ها هنوز می‌نویسن، ببینید در کتاب‌های امروزه آشکارا نوشته می‌شود استیلای آسیمن از طرف روسیه. اما یک مسئله هست اینجا.
با 5 دلیل من برای شما میگویم که این اصطلاح بود. یکم این که روس‌ها به آسیا میانه هجوم کردند در سالهای 60 و از قزاقستان اول شروع کردند، بعد قزاقستان از تاشکند، خوجند، جیزخ، سمرقند، در همین اینجاها جنگ شد و ده ها هزار آدم کشته شد. جایی که کشته شد، کشتار شد، اونجا نمیشه شما همراه شوی گوید. یک دوم، وقتی که دانشمندان خود روس، از جمله من مثال میارم یکی از مورخ‌های توانای روس قبل از انقلاب، ترنتیف، این کتاب دارد با نام استیلای آسیا میانه. این کتاب من در زمان دانشجویی یادم از خوانده بودم. خود روس‌ها می‌نویسند استیلای آسیا میانه. سوم دلیل، وقتی که برای الکساندر دوم که در زمان همین امپراتور آسیا میانه فتح شد، یک کلیسا ساختن. وقتی که در سال 1881 او را ترور کردن، برای یاد بودش یک کلیسا ساختن و در همون کلیسا یک لوح گذاشتن. این هست حاضرم در روسیه. گفتن خدمت هایی که الکساندر برای روسیه کرد. یک دو از جمله که از خدمتاش گفتن که تصرف یا ضبط آسیا میانه. سوم شد. چهارم، شما دو کتاب ببینید، کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک استاد غفورов و تاجیکان. همین در یک مؤلف دو کتاب نوشتن، دو فکر است در همین باره. در کتاب تاریخ مختصری خلق تاجیک آشکارا گفته می شود که روند استیلای سرزمین آسیا میانه از جانب روسیه. لیکن در سالهای 60 و 70 عصر 20 به دلیل همون کارهای ایدئولوژیکی در جامعه شوروی گذرانده شد، به خلاصه رسیدن که ما زیبنده نیست که ما همدیگر کشورهای دوست و برادر میگیم همدیگر، بعد در تاریخ ما باشد که یک کشور دیگر ضبط کرده است بگوید که همراه شوی. و برای همراه شوی هم عالمای چاپلوسی همون زمان دلیل ها یافتن. حتی یک نفر عالم تاجیک در همون زمان یک کتاب نوشت اختیاراً به روسیه همراه شوی آسیا میانه. به این خاطر ما میبینیم در کتاب تاجیکان غفورov از اون مفقه اول برمی، چون غفورov مجبور بودن که با بعضی از همون محدودیت های زمانی بسازن تا اون کتاب نشر شود. بسیار چیزهایی است که در غفورov اون کس شاید نمیخواستن این چیزا، بسیار چیزا راه یافته است و از جمله همین. و در کتاب تاجیکان در سال 1972 این اصطلاح وارد شد. اما باز 100 دلیل دیگه میتوان گفتن که این سرزمین اصطلاح شد و این سرنامش اصطلاح است. در کتاب‌های درسی امروزی ما هم کتاب‌های مکتب میانه، هم کتاب‌های مکتب عالی و هم کتاب تاریخ خلق تاجیک که در 6 جلد در زمان استقلال نشر شد، این مسئله اصطلاح است. این چیزی به بحث است. این که یک سیاستمدار میگه حرف خودش بگوید، بگذاره در اینجا حرف دانشمندان زنند و بیرون و آری از این حرف‌های سیاسی و ملاحظه‌های سیاسی. استاد، در این همراه شوی یک حادثه فراموش نشونده تاریخی هم هست که بمباران کردن بخارا است. آیا بمباران کردن بخارا میتواند که انقلاب باشد یا که انقلاب نامیده آید؟ ببینید، این اگر از نگاه خود بلشویک ها، خود لنین درباره انقلاب کتاب و مقاله دارد که شرایط های در کدام شرایط باید انقلاب شود. اگر از نگاه خود بلشویک ها را بگیریم، دیگر ما از نگاه اگر عقل سالم و روند تاریخی گوییم که این اصلا انقلاب نیست، چیزی بیهوده بود. لیکن اگر حتی از نگاه بلشویک ها هم این حادثه‌ای که سپتامبر سال 1920 در بخارا رخ داد، این یک تبدلات، یک تهاجم، یک حمله بی‌رحمانه و وحشیانه به سر مردم بود و طوری که در این کتاب تاریخ نافعی بلجوانی گفته می شود، این یک بمباران کنی بود و با مقصد غصب حاکمیت در بخارا و سرنگونی امیر بخارا و از بس که بلشویک ها همه چیز در اختیار خود گرفته بودند، از جمله تاریخ به خدمت خود گماشته بودند، این گپ وارد کردن گفتن که انقلاب بخارا چند نفر فروخته شده، چند نفر آدمایی که در خدمت بلشویک ها بودند و با امیر در مخالفت قرار داشتند، اونها همراه شدند، گویا که اینها یعنی همون فیض الله خواجه و دیگرها. اما این از شیوه بر اون حادثه و طوری گرفتن حاکمیت از تمام هم از مشروعیت دور بود، یعنی از نگاه قانونی دور بود، هم از نگاه اینکه و انقلاب نامه. و هنوز در زمان شوروی، در آخر زمان شوروی آشکارا گفتن که این انقلاب نبود، این یک تبدلات بود که خواستن امیر سرنگون کنند. خب استاد، از تاریخ تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مختصر گفتن میتونید که چگونه تأسیس شد و برای این کیها زمینه گذاشتند؟ ببینید، یک نکته من برای شما میخوام در ابتدای سخن گفتم.
ما تاجیک ها در تأسیس شوروی و در فروپاشی شوروی هیچ سهمی نداریم. همون گونه که این کشور ما در سال 1922 در تأسیسش هیچ سهم نداریم، در فروپاشیش هم این من میخوام برای اون گفتن که سوء تفاهم نشود. ما هیچ سهمی نداریم. ما تاجیک ها در قطار دیگر خلق های آن روزی منطقه و جهان بر روند حادثه ها وارد کرده شدیم. یعنی ما میخواستیم نمیخواستیم. امروز هم اگر در دنیا رو بینید بعضن کشورها میخواهد یا نمیخواهد با یک حادثه بر روند مثال روند جهانی شوی ما نخواهیم اما ما وارد میشویم. با همین دستاوردهاش ما دیگه وارد شدیم. این حادثه هایی که در ابتدای عصر 20 گذشت هم با ما یا با اختیاری ما اصلا نبود. حادثه از یک نامه لنین شروع شد. در سال 1919 لنین نامه نوشت در اوج جنگ شهروندی روسیه و نامه نوشت، گفت که نام اون ببینید این همین نامه هم در تاریخ مشهور است با نام کمیسی ترکی. ببینید نامش ببینید. و در همین نامه‌ای که لنین میفرستاد با عنوان رهبران ولایت ترکستان آسیای میانه میگه که به شما دستور داده می شود که این منطقه را از نگاه نو جدا کنید و به جمهوری های ازبکیه، قرقیزیه و ترکمنیه، یعنی نامی از تاجیک برده نمی شود. و از اول تا آخر ما در این تقسیمات متاسفانه صنف محروم، خلق محروم و خلق جبر دیده هستیم. در حاشیه مانده است. در حاشیه رانده شده ایم به خاطر اینکه این حرف من به خاطر اون میزنم که بعضا چنین گفته ها صورت از جانب بعضی دانشمندان صدا میدهد که از سبب غافلی و از سبب بعضی ناآگاهی، یعنی به خاطر آنکه یک رژیم و یک کاری نادرستی اون تبرئه کنند و خطی براءت برای او بدهند، در کار شود هزار دروغ هم جور میکنند که اصلا فلانی خبر نداشت یا استالین خبر نداشت. ببینید این طرح تقسیمات بازم طرح ما نبود. این طرحی بود که از جانب حکومت بلشویکی باید گذرانده میشد و یکی از هدفهای او چی بود؟ در زمان جنگ شهروندی هم در روسیه هم در آسیای میانه مسلم شد که در بین مردم آسیای میانه یک اتحاد وجود دارد، اتحاد دینی وجود دارد. شما اگر به تاریخ 100 سال قبل اون دوره هم نگاه کنید، ما در منطقه وقتی که قبل از آمدن روسیه هم در منطقه دولت یگانه ما نداشتیم، یعنی آسیای میانه واحد نبود. در بین 3 خانی تقسیم بود: بخارا، خیوه و خوقند. ولی اینها بین همدیگر بسیار جنگ میکردند و مردم بسیار خانه خراب کرده بودند. لیکن جنگ های اینها جنگ قومی نبودند. چرا؟ چون در ترکیب هر 3 این دولت یعنی خانی مردم تاجیک و ازبک و قزاق و قرقیز و ترکمن آمیخته زندگی میکردند. هیچ واحدی اون در کل به یگون خلق منصوب نبود. در خوقند هم، در بخارا هم، در خیوه هم. به همین خاطر حتی بعضا وقت چنین اتفاق میافتاد که مثلا اگر سرنوشت تاجیک گویم، بعضا وقت میشد که خوقند و بخارا جنگ میکردن، از هر دو طرف تاجیک به یکدیگرش جنگ میکرد. یعنی بعضی تاجیک‌ها از جانب خوقند جنگ میکردن، بعضی تاجیک‌ها از جانب یعنی نمیگفتن که در اونجا هم تاجیک است. یعنی این جنگ‌های قومی نبودن و حکومت شوروی بسیاری چیز خوب میدونست. به این خاطر طرح نو در انداخت، طرحی که اداره این ملک آسان شود. با یک تیر 2 نشان زده میشد. هم اداره ملک آسان میشود، هم اینها را از نگاه قومی، از نگاه اتنیکی جدا میکنن و طوری که میبینیم در آینده طور جدا میکنن که در بین اینها یک نقطه داغ، یک نقطه درگیری و نزاع همیشه باقی میماند. تا امروز باقی مانده است. به همین خاطر این تقسیمات از ما نبود و ما در آخرین مرحله تقسیمات سال 24 ما وارد شدیم. یعنی اگر شما با جریان این حادثه ها از حجتایی که نوشته شده است و از کتابی که اکادمیک مرحوم رحیم اسد نوشتن اگر مراجعه کنید، تا تقریبا تا میانه از ینوری سال 2024 شروع می شود کاری کمیسیه و تا ماهای اوگوست هیچ نامی از تاجیک برده نمی شود. چرا؟ چون در نامه لنین مشخص بود که بین 3 جمهوری و فقط ما میبینیم از ما در آخر مسئله به تاجیک‌ها هم دادن یک واحد معموری خرد مطرح می شود. لیکن کی مطرح می شود؟ ببینید ما اگر گوییم که از جانب خودی تاجیک ها، با وجود من این چیز دوست می‌دارم، میخواهم
لیکن ما باید یک واقعیت بگوییم. ما درجه خودشناسی تاجیک ها در ابتدای عصر 20 در منطقه از همه پایین تر بود. ما نه نسبتی در قیاس نه با ترکمن ها، نه با قزاق ها، نه با ازبک ها اون درجه لازمی خودشناسی رو متاسفانه نداشتیم. خاطرات نفرا رو بخونید، خاطرات استاد شکوری رو بخونید، در ما بیشتر خودشناسی دینی بود. حتی ده ها من نوشته ها رو خواندم وقتی که از مردم آماده میپرسیدن که همه کلمه ناسیونال است ترجمه میکردن با تاجیکی ملت ما حتی در کتاب های دینی ما هست. تو از کدام ملتی؟ ملت مسلمان. یعنی ما خودشناسی ما بسیار پایان بود. یکم. دوم اینکه شما گزارش سیاحان اروپایی و روس ببینید، میگه تاجیک وقتی که آمده سوال میکنی و کم خودش تاجیک میگه، خودش میگه من یا سمرقندی ام یا بخاری ام یا اگر کوهستانی باشم میگه یا دروازی ام یا فلغری ام یا کولابی ام. یعنی ما درجه خودشناسی مثل در جایگاه پایان بود. ببینید اندیشه من این است که در آخرین لحظه خودی بلشویک‌ها فهمیدن که چون در اون زمان شما فراموش نکنید بعد از حوادثی که در عثمانی اتفاق افتاد و جوان ترکان به سر قدرت آمدن و این جنبش پنترکیزم آمد وارد شد، این رقیب بلشویک‌ها بود. بلشویک‌ها میدونستند که اگر در آسیای میانه فقط ما به طوری که لنین گفته بود به این سه جمهوری ترکی حکومت دهیم، این یک کشور یک بست ترکی می شود. باید یک استخوانی در گوله اینها پرتافته شود. به همین خاطر در از ماه آگوست این طرف یکی از رهبرای تاجیک نصرت الله مخزوم وارد بحث ها می شود در اون گروه ها و پیشنهاد میکند که به تاجیک ها باید داده شود. شما اگر پروتکل هایی که استاد رحیم مصف آورد اگر شما بخونید، در اول اکثر وقتی که مسئله به تاجیک ها هم دادن یک چیز پیشنهاد می شود، یک واحد ماموری در اونجا در حتی در داخل در پروتکل آمده است و مصف اونها رو آورده است. در اکثر جا دیده می شود که میگه که در پرانتز آمده است که در داخلی پرانتز که وقتی که مسئله تاجیک ها مطرح می شود میگه خنده حاضران. یعنی این همچون اصلا در اول حتی همچون خنده و یک کاری نمیشدنی میکرد، لیکن از بس که حکومت شوروی خودش منفیت دار بود، تأسیس یک جمهوری با نام تاجیکستان ضرور بود. به این خاطر این بزرگوار نصرت الله مخزوم وارد معرکه می شود و پیشنهاد میکند و ما در برابر آن که باید ذکر کنیم که دیرتر تاجیک‌ها به مسئله تقسیمات وارد شدن، سهم این بزرگوار که از همه بیشتر خدمت کرد و در اطرافش شیرین شاه، چینار اماموف، عبدالقادر محی‌الدینوف، حاجی بویف که اینها در روندی در دوره بعد از این فعالتر شدن وارد میشوند و ما صاحب اون چیزی میشیم که شما می‌دانید. امروز نفری هم هست که ما آنها را تمام فراموش کردیم و به گوشه فراموشی بسپرده ایم. نام آنها برای تأسیس دولتداری تاجیکستان زمینه گذاشتن، تلاش کردن، جان باختن حتی، اما از آنها نام برده نمی شود. اگر میرافرین اگر به طور واقع بینانه اگر بینیم این 100 سالی که گذشت، ما در تحقیق این 100 سالی آخر بیشتری دوره ها این نقص و کمبودی خودی مورخان ما کمبود داریم. یعنی می شود با این یک دو کتابی که استاد مصف نوشتن و تفکری خودی رحیم مصف و جهانبینی خودی رحیم مصف از اون اسناد هست، اما همون اینترپریتاسی میگن، یعنی بررسی اون از جانب خودی مصف هست و بعضی چیزهای رو مصف طور بررسی میکنن که خاصی جهانبینی خودی ایشان است. من فکر میکنم که باید در این زمینه تحقیقات بیشتر صورت گیرد. ما یک کتاب نیم و 10 کتاب به خاطر یک چیز نکته رو میخوام به شما گفتن، به خاطر هیچ گونه بحث مرزی و دعوا و مناقشه نه، به خاطر اینکه به همون اندازه که ما 100 سال قبل در یک حالت بسیار ناگوار بودیم، من بار دیگه میگم درجه خودشناسی ما بسیار در حالت پایان بود، ما بعد از 100 سال با گذشت 100 سال که امروز صاحب دولتیم، ما در بعضی مسائل هنوز خفا مانده ایم. بعضی کمبودی‌ها که ما در اون سالها داشتیم که بعضی از لیدرهای آسیای میانه که نژادن تاجیک بودن، ارقاً تاجیک بودن، زبانشون تاجیک بود، در خانه با تاجیکی گپ می‌زدن، لیکن در مرحله حساس کلویدن و به دیگه گروه رفتن، همین حالت امکان تکرار شدنش موجود می باشد. این چیز ما فراموش نکنیم، تاریخ تکرار میشد متاسفانه. درس هایی که تقسیمات ملی سال مرزی سال 1924 دارد فقط به خاطر بحث و آگاهی نیست، بسیار سبق های دارد که برای امروز ما به درد نخورد. در این زمینه باید پژوهش های بیشتر صورت گیرد و از نگاه نو به من این حرفی که میزنم فقط تحقیق است، یعنی مسئله پژوهش است، باید پژوهش کرده شود.
و بسیاری اسرار دیگری که شما میدونید که بسیار رازها و اسراری که در این زمان شده بود حتی در خود کتاب مصحف است اصلا آتش زده شد. ما بسیار چیزا آگاه نیستیم، لیکن باز هم چیزایی هستن که امروز هم امکان دریافتش است. از زمان اسناد بایگانی سر کرده تا خاطرات بعضی کسا باید گرفته شود و تحقیقات بیشتر صورت گیرد. خب استاد بیاید به جمهوری مختار توجه کنیم که چرا جمهوری مختار تأسیس شد و از سال 1924 تا 29 چه چالش ها بود و چگونه جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان زمینه گذاشته شد و از جمهوری ازبکستان جدا گرفته شد؟ ظلم و ستمی که نسبت به تاجیک‌ها در سال 1924 صورت گرفت یک چیزی اتفاقی نبود، یک چیزی همین تصادفی نبود. هرچند تقسیمات ملی مرزی در یک مدت کوتاه، یعنی از اول 24 تا آخر 24 گذرانده شد و خودشون در همون زمان گفتن یک کار شتابکارانه بود، اما برنامه‌های این از قبل بود. ببینید ما از بس که درگاه و دیوان بخارا با زبانی ما بود، زبانی امیر و زبانی کارگزاراش دربار اون زمان فارسی میگفتن، زبان فارسی بود. مناسبت حکومتی هم روسیه پادشاهی هم بلشویزم با ما مبارزه همچون رقیب بود، یعنی برای نفوذ به زبان ما همچون رقیب مناسبت میکردن. به این خاطر اینا همیشه این زبان و صاحبان این زبان به حاشیه رانده شدند و کنار زده شدند. این یکم نکته. نکته دوم، در اون پروتکل هایی که آمده است و استاد مصطفی هم اینها رو آورده است، یک نکته شما باید فراموش نکنید که ما در اونجا دیده میشیم که از آغاز برنامه دیده و دانسته به حذف تاجیکان و بیرون راندن تاجیکان است از میدان سیاسی. یک نکته برای شما میگویم، فیض الله خوجایف یکی از نفرایی که در همین تقسیمات یکی از مهره ها بود، اون همه کاره نبود، همه کاره خودی حکومت بلشویکا بود. یکی از مهره های همین حادثه فیض الله خوجایف سال 1924 یک مقاله می نویسد. اساسی هویه یک قوم اول زبان است. در اینجا آشکارا این فیض الله خوجایف دعوت میکنن، میگوید که گردش زمان بر منفیت زبانی فارسی نیست، این باید به برادرای تاجیک گوییم که از بحر این زبان برایند و به زبانی ازبکی، بله به زبانی ازبکی در گروند. یعنی حتی درباره زبانی که 1000 سال زبانی منبر و درگاه و دربار این منطقه بود به حاشیه رانده می شود. انقلاب بخارا سال 1920 صورت میگیرد. یکی از اولین اقداماتی که وقتی که جمهوری بخارا را اعلام میکنند زبانی فارسی را از منبر میرانند و زبانی ترکی را زبانی دولتی میکنند. یعنی این کاری چی بود؟ کاری آگاهانه بود و با برنامه ریزی بود. این من تصادف نمیگویم. نکته دیگر، وقتی که این حالت صورت گرفت با وجود همه کاستی هاش، وقتی که ما اولین بار با نام تاجیکستان یعنی نام اتنیکی ما وارد شد، همچون اول خواستن ولایت دهند، بعد پافشاری گفتن که جمهوری در ترکیب ازبکستان، همین حادثه خودش مردم یک بیدار کرد. و یکی از حادثه‌ای که شما از بس که گفتید که از 24 تا 29، یکی از حادثه‌ای که البته وقتی آخر در مطبوعات در کتاب‌ها این مسئله بررسی می‌شد ولی بازم ما کمتر درباره این تحقیق کردیم، یکی از حادثه‌های بسیار عظیمی که در بین 24 تا 29 رخ داد، حادثه کارنامه یا قهرمانی مردمی کانیبادان بود. اون کاری عجیبی که اینها کردند و این کار میتونستن دیگه شهرها هم بکنن لیکن نکردن. من به این خاطر میگم کارنامه بسیار قهرمانی مردمی کانی بودم که آگاهانه دانسته میبرایند اون قطاره‌ای که در اون رئیس پارلمان شوروی کلین نشسته است میدارن و آشکارا دعوت میکنن، میگن که ما میخوایم از جمهوری ازبکستان و تاجیکستان گذاریم. و شما تصور کنید اونها نه اینکه خودشونه نجات دادن، تمام آکروگ خوجند و اسفره و اشت و این ناحیه همش در سال 29 به تاجیکستان گذشت و همون زمان بود که ما امکان یافتیم که اون 3 شرطی که بود اجرا کردیم. 3 شرطی که جامعه شوروی پیشنهاد می‌کرد که اهالی از 1 میلیون نفر بیشتر باشند، با یک کشور خارجی همسایه باشد و از 50 یا 60% اهالی مردم یک نژاد باشند، یعنی تاجیکا باشند. به این خاطر سال 1920 بعد دوم کاری که در این حالت صورت میگیرد این کارنامه رنگین استاد عینی بود، اون کتاب نمونی ادبیات تاجیک که در مقابل کسایی که این کار میکردن وجودی تاجیک، ایشان این کتاب از کدام جهت اگر شما حاضر همین کتاب گیرید مقایسه کنید مهرآفرین با کتابی مثل تاریخ ادبیات تاجیکی که
استاد خالق میرزازاده نوشتن. کتاب خالق میرزازاده از نگاه محتوا و علمیت خیلی کتاب قوی است. لیکن شما ببینید استاد عینی در کدام شرایط می نویسند؟ در شرایطی که رفیقاشون بعضی همشهری اون کس با اون جبهه مخالف گذاشتن. این فداکاری استاد عینی است که به خاطر همین کتاب استاد عینی را در سالهای 30 قریب بود از حیات محروم کنند و به قتل رسانند. و در همین جا استاد عینی یک نکته گفتن، یعنی گفتن این مردمی بومی است، مردمی ریشه دار است و از رودکی تا مثلا توغرل ادبیات بیان کردن. گفتن خیلی مردمی آمده نیست، چون که پانتورکیسم میگفتن اینا زیر تاثیر ایران زبان فارسی، اینا ترکایی هستند که زبانشان فارسی شده. گفتن از کجا؟ از اصل 10 شروع می شود. بغیر این باز چه زمینه ها بود که جمهوری مختاری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان از هیئت ازبکستان برآورده شد؟ شما ببینید در حادثه های همین دوره منطقه را شما نگاه کنید چی حادثه رخ میداد. 2-3 سال قبل یادداشت های خلیل الله خلیلی، شاعری بسیار توانای فارسی گوی افغانستان نشر شد و اگر شما می خاطرات خوانده باشید، روند مهاجرت مردم بخارا به افغانستان است. این روند حادثه یعنی مهاجرت مردم بخارا از جور بلشویسم که پناه بردن، اینا اونقدر در افغانستان اینقدر تاثیر گذاشتن که اصلا رابطه افغانستان و شوروی رو معین کردن. یکی از تاثیراش این بود که مردمی که از وطن و خانه و در و همه چیز ترک کرده، فرار کرده به افغانستان رفت، همرأیی در اون طرف مرد برانگیخت و حادثه هایی که در سال 1929 در ماه ینور فوریه سال 1929 در افغانستان شد و به حکومت 200 ساله پشتون ها خاتمه داد. یک تاجیک با نام حبیب الله کلکانی به قدرت رسید و این تاجیک فقط به افغانستان کارش سر و کارش نبود، به منطقه آسیا هم این دخالت کرد. اصلا امیر بخارا و نفرایی که در مقابل امیر بخارا می جنگیدند، شما اگر همین دوره تاریخ بخونید، بعد از آمدن حکومت حبیب الله کلکانی در افغانستان، تحرکات در مرز و همون حرکت ضد شوروی دوباره اوج گرفت. یعنی حادثه های افغانستان هم به حادثه ما تاثیر رساندند. همان گونه که تأسیس جمهوری مختار تاجیکستان و جمهوری شوروی تاجیکستان به حادثه های افغانستان تاثیر رساند، حادثه های اون کشور هم در ما این چیز باید نادیده نگیریم، به خاطر اینکه در خود خاطرات و کتابات دیده می شود. و از همه مهم، شما تدبیر شوروی رو در برانداختن حکومت حبیب الله کلکانی تاجیک اگر شما بینید که با دسته ها وارد میشن و اون حکومت ساقط میکنن، این هم کاری تصادف نبود. به این خاطر چند حادثه بود که بعد این قسمت افغانستان و ایران زبانی فارسی بودن، برای شوروی هم نیاز بود که یک یک پایگاهی زبانی فارسی باشد. به این خاطر همین این عواملی که نمبر کردم، یعنی کوشش ها و اینها همش یک جایی شدن، دست به دستی هم دادن و در سال 1929 از همون حرکت مردمی کانی بودم شروع کنید، اینا دست به دستی هم دادن و در سال 29 ما از جمهوری مختار به جمهوری شوروی تبدیل یافتیم. با وجود اینکه این تقسیمات، بار دیگه میگم، این تقسیمات کاری ما نبود، این تقسیمات تدبیری ما نبود، این تقسیمات فقط برای ما هم نبود. این چیز شما نقد در خاطر دارید، این تقسیمات ملی مرزی بود که حکومت شوروی منفعت دار بود گذران و در بینش ما هم، یعنی به سرنوشت ما هم دخل کرد و متاسفانه طوری میدونید یک تقسیمات شد که در همون زمان شوروی اصطلاحی که با نام تبر تقسیم معروف است، اصطلاح نو نیست. همون زمان صدای بعضی نفرها برآمد، صدای حتی بعضی غیر تاجیک ها، همین زلنسکی که همین اصطلاح گفت که تبر تقسیم است و حتی شما مقاله سال 1925 برتل درباره تاجیکان بخونید، همونجا برتل بر این شخصیتی مثال اکادمی یک دانشمند اعتراض میکنند، میگه که شما صدای مردم بومی این منطقه را که وارثی همون آریایی هستن تاجیکا رو فراموش کرده و بسیار با تأنی و با تأمل حتی گفت که نمیدونم، گفت روزگار نشان میدهد که شما میتوانید این تقسیماتی که کردید و این جمهوری خورده که به این خلق دادید میتواند این خلق دوباره احیا کند یا نه. این سوال داد برتل. یعنی تقسیماتی بود که مردمی آگاه بی‌طرف نگذاشت، اما مردمی که خواب بودن، مردمی که اصلا کاری نداشتن که چی میشود، برای اونا فرقی نداشت در کجا باشن. استاد شما به حادثه کانی بودن بسیار توجه میکنید و از حادثه هم تاکید هم کردید 2-3 باره، اما در این میان ما شهرهای بزرگ همایی که در اونجا
مرکز تمدن تاجیکان هم عنوان میشد از دست دادیم. با این وجود ما میتونیم بگیم که ما صاحب دولت داری شدیم و از این شکرانه هم میکنیم. یک نکته رو من میخوام به شما بگویم، یک چیز فراموش نکنید. اگر شکرانه به منظور این که بعضی ها انتقاد میکنند یا که میگن که چرا شکر نمیکنید از دولت شوروی، ببینید اگر این طرحی که با نام تقسیمات ملی مرزی ویژه ما تاجیکا می بود و فقط برای ما میدادن، میگفتیم که برای ما دادن، ما یک بار نه 1000 بار تمجید و شکر میکردیم. میرافرین من گویم نمونه یک چیزی که در هیچ چی شما میسازید و یک خلق میدهید و حق دارد اون خلق به شما تشکر کند در همین زمان چی است؟ شما به خریطه امروزی روسیه نگاه کنید، در سرحد چین یک جمهوری، یک ولایت است با نام ولایت مختار یهودستان، مرکزش بیرابیجان. همین سالهای در سالهای 30 دقیقاً اگر اشتباه نکنم سال 1934 است، در همین وقتی که در بین جنگ یکم جهان و دوم جهان مسئله یهودی ها پیش آمد، حکومت شوروی به خاطر آنکه همین الیت یهودی ها که مردمی پولدار و ثروتمند بودند همونا رو جلب کند، در مرزی که یک نفر یهودی زندگی نمی کند، در مرز چین و در همسایگی خبر است، یک جمهوری تأسیس داد و یهودی ها رو دعوت کرده در من برای شما در مرز چین است، اول ولایت بعد جمهوری میتونم یا دولت تا میتونم، به خاطر این جلب کند. همون سالها شما اگر ببینید در همون سالها 5% اهالی، 1% اهالی همین منطقه هم یهود نبود. حاضر اگر شما گیرید ببینید حاضر هم 1% اهالیش یهودی نیست، لیکن برای آنکه همین مردم از خودش راضی نگه دارد و به اینجا جلب کند همین جمهور ولایت ساخت. از هیچ یک چیز ساخت. اینو میگن خدمت، اینو میگن تمجید، اینو میگن تشکر، در حالی که من ندیدم یهودی ها تشکر کنن از تعلیم. لیکن با ما جبر می شود. خلقی که 100 شهر ساخته است در طول تاریخ، ما در سال 1924 برای ما یک شهر ندادن اقلا ما پایتخت کنیم، در دیه ما پایتخت کردیم. دوشنبه اگر شما در همون آثار تاریخی اثر 18-19 بینید، دوشنبه به اندازه درواز، به اندازه کولاب یا به اندازه مچا یا به اندازه من شهر نمیگم، به اندازه حصار، یعنی یک دهه دور افتاده است که بسیار درصد شما نامش به ندرت دیده می شود. در یک دهه، من این گپ هم خیلی نمیگویم، شما تاریخ خلق‌های جهان خوانید، نقش پایتخت در تاریخ شهرها بسیار بزرگ است. شما امپری 400-500 سالی روم بینید، تمام حوزه بحر میانه زمین تا شمال افریقا در دست اینها بود، نیک نامش با نام پایتخت شهر روم است. شما بخارا رو بینید، 1000 سال دولت بخارا میگفتن. برای تاجیک اصلا شهر داده نشد. خوجند هم حتی در ترکیب ازبکستان باقی ماند. و به خاطر آنکه وقتی سال 24 دهه دادن، بعضی از روشنفکرای تاجیک گفتن که ما در دهه چخش سازیم، بعد دعوایی گفتن که در سمرقند، ازبکستان پایتختش تاشکند بود، پایتخت سال 25 آوردن در سمرقند قرار دادن. نگاه کنید. و سالهای 30 وقتی که مسئله قزاقستان پیش آمد و نفوذ قزاق‌ها در شهر تاشکند زیاد بود، سال 1930 پایتخت وقتی مسئله تاجیکستان حل شد، دیدن که در تمام پایتخت دوباره آوردن تاشکند. یعنی در اینجا من چی میگن، ناآگاهی خود ما را تاجیک‌ها را کم نمیگیرم. ما وقتی که تاریخ بررسی میکنیم باید اشتباهات خود ما را ببینیم. برای امروز، برای طعنه کردن نه. میرافرین یک روشنفکر باید هیچگاه خلقش تحقیر نکند، ملتش دشنام نتید، دولتش باید پس نزند. لیکن ما اون وقت هنوز دولت نداشتیم، در لابلا مونده بودیم. در همون زمان نبودن خودشناسی ما، من امروز این برای امروز میگویم، برای اینکه ما بعضی اشتباهات سال 24 حاضرم تکرار، از جمله روشنفکران ما، از جمله بعضی از مردم ما مشاهده میکنیم، نفر در وظیفه مسئول دارد لیکن یک گپی میزند که او گپ باید آدم این گپ باید نزند نسبت به ملت، نسبت به ارکان دولتی، نسبت به استقلال که امروز ما داریم. باید هیچ سخنی گفت نسبت به زبان، نسبت به مقدسات اصلا باید هیچ گفته نشود. اما این گله من به خاطر اون است که ما در اون سالها یک مردمی بپناه، یک مردمی، یعنی ما شته ناخودآگاهی ما رو اون زمان خوردیم و همچنان شته
داشتن فرهنگ و ممکن شما بگید که چرا با ما رقابت برزید، برای اینکه ما محدوده فرهنگی ما شعر بازار است، سرحدی تاجیک زبانی تاجیک، ما محدوده فرهنگی و گسترش فرهنگی ما نه با تاجیکستان محدود میشد نه با آسیا میانه ها تا خلیج فارس میرود. این برای خاطر بعضی سردمداران اون زمان خوشایند نبود، به این خاطر هر چقدر میتوانستند ما رو در محدودیت قرار دادن و این ظلم بزرگ و عظیم برای ما صورت گرفت. اما استاد از خودآگاهی بسیار گفتید مردم کانی بودن توانستن اعتراض کنند. چرا مردم سمرقند و بخارا اعتراض نکردن حالا که مردم شهرنشین و صاحب تمدن هم بودن؟ ببینید ما هیچ کس آسان نمیداریم، لیکن میدونید تفریقه اجتماعی در بین تاجیک ها در ابتدای آخری عصر 19 ابتدای عصر 20 بسیار عظیم بود. حاضر اگر شما مهرآفرین یک دهه مثلا ناحیه رودکی یا ناحیه حصار روید، طرز لباس پوشش از لباس پوشی من و شما کم فرق می. حتی بعضی دهاتی ها از بچهای شهری زیباتر لباس میپوشن. امکاناتی که حاضر در دهات هست خوشبختانه خیلی امکاناتی خوب مهیا میشد، چیزی که ما داریم تقریبا اون رو هم صاحب میشن. لیکن شما اگر به 100 سال پیش برگردید، ما از همون چهره ای از لباس مردم مشخص بود و دهاتی است یا شهری، حتی از لباس پوشی معلوم بود که از کدام منطقه است. اگر شما دیوان فرخی رو بخونید، وقتی که فرخی البته این قدیمتر است، لیکن وقتی فرخی همین چغانیان میبیاید، همین وقتی که میبینندش همین شاعرای دربار میگن که این سیستانی، چون همون سله سیستانی ها فرق میکرد. حاضر این تفریقه کم شده است. در اون زمان تفریقه آشکار بین تاجیک شهری و روستایی بود. حتی کلمه سرد برای چی پیدا شد؟ در این زمان کلمه سرد پیدا شد برای اینکه تاجیکای شهری را از تاجیک کوهستانی تفاوت داشته باشند. متاسفانه ما بین البته که راه نبود و از همه مهم دولت ملی نبود و ملت در رأس دولت قرار نداشت. این سوالی که اولی که شما دادید، به همین خاطر ما نتوانستیم همدیگر را بشناسیم. اینها متاسفانه به ضرر ما بود. یعنی ما هم از نگاه خودشناسی هم از نگاه اجتماعی به حیث یک ملت نتوانسته بودیم در اون وقت تشکل یابیم و همراه این کار بکنیم. و نکته دیگر، شما یادداشت‌های استاد شکوری رو بخونید، میگن استاد شکوری میگه که من بچه خرد بودم، آمدن از عمم پرسیدن که ملتتان چیست؟ این گفت ملت مسلمان. گفتن نه این تو قوم چیست؟ گفت قوم یعنی چی؟ گفت که در اینجا جمهوری‌های نفت ساخته شد، تاجیکستان، ازبکستان، همه خیلی باید ما هر کس ننویسیم. میگن همین من گفت ما تاجیکی گپ میزنیم، ما تاجیک. گفت اگر شما تاجیکید پس روید تاجیکستان در مسجد و غرب ساخته میشه، باز شما روید. میگن همین من گفت که من عمرم در اینجا گذشته است، من خیلی میروم. گفت خب خواهید همین نخواهید اگر خودتون ازبک نویسید. میگه خودش ازبک نویسید. ببینید این گپ یادداشت استاد شکوریه، یعنی راه‌ها گوناگون بودن. ما مسئولیت از شانه خود ما هم خالی نمی‌کنیم که این بر ضرر ما شد نداشتن خودآگاهی، ولی دست‌های بیرون و تحرکات از بیرون و سیاست استعماری اون زمان هم منفعت دار برای یک تاجیکستانی که حد اقل در محدوده تاجیکستان، در محدوده آسیا میانه همین تاجیک‌ها را سرجم کرده توانند نشد. شما قزاقستانی که ساخته شد 80-90% قزاق‌های آسیا میانه در ترکیبشن، همون زمان بودن. قرقیزستان همین خیل، ازبکستان همین خیل. اما ما نصفی اگر اقلا تاجیک‌ها نتونستیم در یک دولت متحد کنیم. یعنی خلاصه کردن میتونه که ما یک سرور نداشتیم که تاجیک‌ها جمع کنند. همین کنه است. بله، ما سروری ملی نداشتیم. ما داشتیم شخصیت‌های روشنفکری که تفکری ملی نداشتند متاسفانه. استاد شما بارها موقعیتون رو درباره بوسمانچیان گفتید و این برای نظرم هست که آنها باید سفید شوند در تاجیکستان. اما برخی دانشمندان برای نظرن که در کشورهای دیگری آسیای مرکزی که بوسمانچیان رو سفید کردن، زمینه‌های حقوقی و اراده سیاسی و اجتماعی بود. همین چیز در تاجیکستان احساس می شود و امکان هست. نیا کنید، ما با حرکتی که در تمام آسیا میانه سر زد و مردم ما در این حرکت اشتراک داشتند، تقریبا تمام منطقه‌های تاجیک نشینی اشتراک کردند، از این حادثه آسیب دیدن. ما هنوز به این حادثه مهرآفرین از چشم حکومت شوروی به همین حادثه نگاه میکنیم. ما اقلا از بحر امین برایم همین حرکت نامش باید اقلا تجدید نظر کنیم یا نکنیم. یکم. دویم،
هر حکومتی که در طول تاریخ بس در قدرت بوده است و هیچ حکومت دشمنی خودش تعریف نمیکنه، دشمنش بد میگوید، زشت میگوید، حتی در روا باشد تهمت میکند. شما دو مثال تو میبرم. شما مقنع از اینکه استاد عینی میگن قهرمان خلق تاجیک است، شما مقنع ببینید تبری چی میگه، نرشخی چی میگه. نرشخی میگه مقنع وقتی نامش میگیره میگه خاک بر دهانش. چرا؟ چون نرشخی مورخ دوره عباسیانه. او در مقابل عباسیان پیراهن سفید پوشیده در مقابل پرچم سیاه عباسیان جنگید. محمود تارابی یک دلاوری بخاری که در مقابل مغول ها جنگید. شما فکر میکنید که مورخای دوره مغول او رو ستایش میکنن؟ جوینی میگه یک جادوگر بود. یعنی دشمن همیشه رقیبش سیاه میکند. همین نزدیکی شما مصاحبه داشتید با اکبر ترسون. اکبر ترسون زشت گفت اعمالشان، لیکن خودی همین اکبر ترسون در آخر سخنرانیش گفت که اکادمیک اکبر ترسون دانشمند مشهوری ما که کتاب‌هایی که در زبان شوروی نوشته شدن درباره اینها قابل قبول نیستن، چرا سیاه کردن. من اما اینجا مسئله ترک بودن بررسی میشه دوامش از نگاه نظریوی. من یک زمانی همین شعر گفته بودم، میخوام درباره پیش شما یک بار بگویم. سعدی یک عارف، یک شخصیتی صوفی، یک شخصیتی مشهور، یک در بوستان یک شعر دارد، میگه که یک نفر شیطان در خواب دید که بسیار صاحب جمال نورانی. بعد میگه رفت گفت که این تو اینقدر زیبا بودی، من تو رو خواندم که تو زشتی، به نوری، اونی. اون میگه که بعد خروشید این شیطان گفت که ای نیکبخت، آن نه رسمی من است، آن نه شکلی من است، ولیکن قلم در کف دشمن است. دشمن من هر جوری که خواسته سیاه کرده. یکم از همون سیاه کردن سراسری باید بیرون برویم. نام حرکتی که تحقیرآمیز است باید نامش حرکتی مقاومت. درباره قهرمان گفتن هاز گپ نمیرود، تحقیق. یعنی باید این مسئله باشد. مسئله دوم من میخوام شما و بینندگانتون ببینند. ما 50 سال قبل از اینکه این حرکت بسمجگی شروع شود، حرکت مقاومت، ما 50 سال در ترکیب امپری روسی بودیم. شما با سوالت برای چی مردمی تاجیک در مقابل الکساندر دو و نیکلای دو نجنگیدن، مبارزه نبردن، در مقابل بلشویزم مبارزه بردن؟ ما سوال دادید. به خاطر آنکه حکومت روسی پادشاهی وقتی که آمد ترتیبات خودش جاری کرد، اما اموال مردم کار نداشت. اما زمیندار بود، آسیادار. با آیین مردم کار نداشت، دین خودش داشت، اما میگفت این حکومت بلشویزم یک حکومت افراطی بود. در هر سه زمینه حکومت افراطی بود. در زمینه سیاست تمام احزاب سیاسی روسیه رو ببینید که تا انقلاب چطور فعالن در دومی دولتی، اسر و منشویک، تمام احزاب سیاسی رو از صحنه سیاست راندن بلشویکا. یک در دوام 70 سال مگر یگون حزب دیگه غیر شوروی کمونیستی بود؟ نبود. در زمینه سیاسی، در مسئله اقتصادی تمام اموال مردم، زمینش، کارخانه‌اش غارت کرد، اون یا کشت یا فرار کرد یا در سال 30 با سیبیر بدرغش کرد. اموال یعنی مالک، در مسئله مالکیت تفکری افراطی داشتن بلشویکا. مگر مالکیت خصوصی داشتن مردم در زمان شوروی؟ زمین داشت مگر کارخانه داشت مگر یگون کس؟ در زمین فرهنگی هم همین، هر کس با عقیده اونها. شما ببینید سال 1990 همین در صف حزب کمونیستی نزدیک 20 میلیون آدم بود. جامعه شوروی نزدیک 300 میلیون داشت، اهالی داشت. یعنی اینها از 10% کمتر. تازه همه کمونیست ها بدین نبودن، بعضی کمونیست ها پنهانی عبادت میکردن، لیکن همین تفکری اتئیستی در سر مردم بار کردن. در هر سه زمینه اینا افراطی بودن. به این خاطر این حرکتی که در مقابلشان شد یک حرکتی خودجوش بود. اما اشاره شما به مسئله اینا از نگاه قومی. برادر شما یک نکته را فراموش نکنید. در کجا کسی که زندگی میکرد قیام کرد؟ در قراتگین فوزل مخصوم. بله. خب فوزل مخصوم یک مرد تاجیکی قراتگینی. در مسجون نصرت شاه و حامید، دو تاجیکی مسجوی. در فلغر یک نفر بود به نام یوسفی فاطمیوی، مشهور بود اونم. یک فلغری. در کلوب دولتمندی. خب در قسمت دوشنبه و این نواحی تابع مرکز شخصیتی از همه معروف ابراهیم بیگ بود. او ابراهیم بیگ مگر از
ترکیه آمد یا که از باشقردستان آمد، قلقه محلی همین سرزمین بود، جنگید. اما فراموش نکنید در جنگ ببینید، من وقتی که من میگویم که شما خودتون میگید که لقب بود، مثلا ما در مثال انور پاشا گفتم میتونم که درست بود. ببینید انور پاشا رو به آسیا من کی آورد؟ لنین فرستاد. این فرستادی لنین بود. یک چیز شما فراموش نکنید، او رفت مسکو با لنین صحبت کرد، لنین فرستاد گفت در اینجا بیا کار کن. این آمد اینجا دید. شما یک چیز نکته رو فراموش نکنید، این حرکت چنان عظیم بود و چنان تاثیرش زیاد بود که انور پاشا اینجا آمد دید که اصلا مردم حکومت شوروی قبول ندارد. خودش پیام گفت من در این حکومت تیار حکومت میکنم. این دامادی اون امپراتوری چی بود؟ دامادی سلطان عثمانی بود و با قدرت چی کرده بود؟ من اون صفحه نمیکنم برادر. یک نکته است، وقتی شما میگویید که این بیگانه بود، بسیار خوب، ایانوف مگر تاجیک بود؟ تریپولسکی مگر تاجیک بود؟ شاتالوف مگر تاجیک بود؟ شپکین مگر تاجیک بود؟ همین فرونزه مگر تاجیک بود که بخار رو بمبارون کرد؟ یعنی شما وقتی که یک نکته رو میگید، عیبی من جمله بگفتی میگید هنرم نیز بگو، هر دو جانبه بگویید. من جانبدار اینم که این حادثه شرط نیست مسافت کنیم و قهرمان کنیم، درباره قهرمانی گپ نمیرد. این حادثه مردم، تاریخ مردم که یک تاریخ بسیار سیاه و داغدار و صحیفه بسیار دشوار است. این مردم قیام کرد، مردمی خودی محلی قیام کرد. شما برای خاطر یک ابراهیم بیکی اون بود یا یک اگنتور خودی بلشویکو آمد در اینجا، شما نمیتونید این حرکت. خب از جنبه دیگر نگاه کنیم، این در صدر مقاومتی که شما میگید اونهایی بودن که مالکیت داشتن، بایگری داشتن، زمین داشتن. اونها اصلا برای بایگری و زمین و مالکیت خود تلاش کردن، برای حفظ اون جنگیدن. این مسئله همه برای این چی میگید؟ خب نگاه کنید، شما خودتون به طور ناخودآگاه بازم ریشه رو میبرید با اونجا میچسبونید. آخر تهاجم سیاسی، تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی بلشویسم بود یا نبود؟ بود. خب در مقابل مردم باید بشیند. مردم مرد است که قیام یک تعلیماتی که شما این گپ میزنم، شما چیز نکته رو بدونید، درباره بلشویسم ما گپ میزنیم. بلشویسم یک تعلیمات افراطی بود که مال مردم میگیرد، با آیینش همون گپایی که همون سالها بودن، همون نام اگر نشدن، همون آدمی که صاحب زمین و صاحب ملک بود هم زمینش گرفتن، هم کشتنش، نکشتگیش ساله چی به سیبیر فرستادن، با آیینش تحقیر نکردن. هزاران مسجد و مدرسه و خانقاه مردم بستن، آیین خط مردم تغییر دادن. همین کارا رو نکردن. خب در مقابل شما میفهمید، در مقابل یک کشور، یک ایدئولوژی که میبیاد اصلا جان شما در خطره، مال شما در خطره، امنیت شما در خطره. این چیزی حادثه بعد از هم آخران در زمان شوروی هم مثلا این ملا ارکایف، یکی از محققای دوره یعنی حرکت مقاومت، کتاب دارد با نام جنگ شهروندی. در کدام جنگ شهروندی قهرمان و دشمنه؟ در کجا؟ از نگاه منطقی همین نظری تاریخ بینید، در جنگ شهروندی مگر میشود قهرمان باشد یک طرف یک طرف دشمن؟ جنگ شهروندی یک مصیبتی عام است. منم هیچ ایدم، من میخوام که تحقیق کرده شود، این مسئله تحقیق کرده شود، ارزیابی شود که ما فرض امروز مردم اطلاعات، دسترسی به اطلاعات به اینترنت دارد. ما جوانایی که سوال میدهن با همون کتابی سالهای 60 و 70 که اونا دشمن بودن، ما نمیتونیم با این جواب دادن. یک ارزیابی، یک بررسی تاریخ شود و سیاستمدارای ما هم، مردمی ما هم از این خلای چی خلاص شوند. ما در 30 سالی کار نکردیم، همه همسایه ما کردن، تمام کردن، اونو سر از ناسر جدا کردن. بررسیش من از نگاه سیاسی میگم، از نگاه علمی باید بررسیش باید و خلاصه ها گفته شود. استاد بگذار گفته شما باشد، لیکن به همون سوال اولی که من دادم، آیا زمینه سیاسی و اجتماعی ما داریم و اگر نداریم برای این چی باید کرد؟ زمینه سیاسی چی؟ برای سفید کردن حرکت مقاومت که باعث میشه گرچه که شما میگید. یک مسئله فراموش نکنید، ما انتظار باید ما باید در مسئله های تحقیقات دست و پای ما هیچ کس نبسته. در بایگانی است مردمی که این حادثه رو در یاد دارن، بعضی شهادت زنده، بعضی ها نوشتن، بعضی ها خاطره دارن. مردم باید تحقیقات برن. اون گپی که اکادمیک گفتن که اون کتاب های زمانی شوروی نمیشود، خب باید کتاب نوشته شود که آخر نظر دیگر گفته شود که همین کتاب تاریخ نافعه شما بخونید. تاریخ نافعه یک تاجیکی بلجوانی نوشته است.
اون ملاحظه که اون آدم در همون سال 20 دارد از ملاحظه که کتابای ما دارن، کتابای تاریخی ما از زمین تا آسمان فرق میکنند. اون به حیث یک تجاوزگر، یک غارتگر، یک وحشی تاثیر میکند بلشویک. این ما نمیتونیم صرف نظر کنیم. بعد در ذهن مردم بعد دنیا دیگر شد، تو همان هستی همان. خب بعدتر از بسمجه‌گری ما داریم سال 37 با ترویکای استالینی چی مرور دارید و در این زمینه ما که ها رو از دست دادیم و چه ها رو از دست دادیم؟ ببینید ما در این زمینه هم بازم کمکاری ما هست. برای چی سال 37 مشهور است میدونید؟ برای اینکه سال 1934 انجمنی به فکرم 17 بود، 17 حزب شوروی گذرانده شد، جنبستی 5 سالی اول کردن. در اونجا در قطار استالین کیروف هم پیشنهاد کردن که برای رهبری اول شدن. شما همین انجمن نامش انجمنی مرده ها یا که میشه یک نام عجیب داره. از 2000 وکیل همین انجمن 80% همین وکیلا رو از همین 34 تا 37 کشتن و این فقط وکیلای انجمن حزب میگم. یک چیز سراسری شد، مردمی زیادی کشته شدن. ما در سال 37 فقط میدونیم نصرت الله مخصومه، ما میدونیم شیرین شورا، ما میدونیم حاجی بویف، محیدین و دیگر لیدرها چنار امام لیکن شما میدونید شمارند، ولی شما میدونید که ما تمامی روشنفکر یا همون مدرسه خوانده ما، من روشنفکر میگم، همین استاد عینی روشنفکر بود یا ملا هم بود، ملا عینی یک روشنفکر بود. از اون ملاهایی که در بخارا بودن یک سر و گردن بالا بود. ما همین گونه آدما ما در سالهای 20 و 30 ما هزارها آدم ما تلف دادیم. اون سال 37 همون اوج اونه و متاسفانه ما درباره این حادثه یک تحقیقات یک نفر همکار ما در دانشگاه یک رساله دفاع کرد، بهروز، و در کشورهای دیگه روزها هست، روزهایی که روز یادبود قربانیان. ما در این باره نه تحقیقاتی ارزشمند انجام دادیم، نه به پاس خاطر اونها یک لوحه بنا کردیم. این مسئله هم بازم برمیگردن به کمکاری ما، باید تحقیق شود و کارهای عظیم صورت گیرد. چون یادی اونها، یک نکته فراموش نکنید، تمامی همین جنایت هایی که بلشویزم کرد خودی در زمان حکومت خودی همین بلشویک‌ها هم اونا رو اعتراف کردن. در انجمن 20 حزب وقتی که استالین محکوم کردن همچون شخص پرستی، همون موج ترورش هم محکوم کردن و همینا رو در سال 57 تا 62 63 تقریبا اکثر کسی که کمی دبادب میکرد پدر و مادرش رو سفید میکرد. تقریبا 90% اون مردم کسی که حرکت کرد سفید کردن. وقتی یک جامعه تو رو میکشد و با سفیدت میکنه، معناش چیه؟ معناش این جامعه افراطی بود، یعنی تعلیمات افراطی بود. خب در اول از خودشناسی ملی نداشتن تاجیکان در سالهای 1900 اولی 1900 گفته، اما سالهای 1970 80 و تا 90 این زمان بیداری ملی و خودشناسی ملی ذکر می شود. به این دوره چی نظر دارید و برای بیدار شدن ملت تاجیک چی زمینه ها وجود داشت؟ یکم ما سرمنشئی میگن که من با خودم گفتم برای شما ایبا گفتیم هنر بگوییم. خب تأسیس تاجیکستان در سال 1924 آغاز خودشناسی ما بود. این حادثه، این با همه کاستی‌هاش، با همه کمبودی‌هاش، حادثه عظیم و بسیار بزرگ در تاریخ ما هست. چرا به ما تا این وقت دولت داشتیم، گفتم بخارا، خیوه، یا که نام اولادها بود، سامانی، غزنوی، نمیدونم. این دولت از نگاه اتنیکی به ما هویت بخشید و ما رو در اساس ما دیگه از گفتنی که تو من قراتگینی، تو کولابی، من مسجوهی، تو حساری، ما باید فراتر رفتیم و تدریجا، البته با کندی، چون پایتخت نداشتیم، یعنی شهری که سازد مردم شهر نداشتیم، در دیه ساختیم، مرکزی تمدن نداشتیم. تدریجا روند تاجیک شوی ما بسیار با کندی شکل گرفت. این یک. بعد در سالهای 60 و 70 ما باید اعتراف کنیم ما از دانشمندان ما که رسالتشان بیشتر است، ما مدیون شاعران ما هستیم. شاعران ما بسیار خدمت کردن. امروز با یک گپ گویم، فردا هم گویم، ما در نزد روح آنها قرض داریم. همین مکتبی که استاد عینی آوردن و شاگرداشون، استاد ترسونزاده، شاگردی مکتبی استاد ترسونزاده، استاد مومن قناعت، استاد لایق بازار و گلرخسار، اینها در سرگهی اما حرکت ملی ما میستن. چرا؟ شما اگر ادبیات، من گو شعر میخونم و با ادبیات شوق دارم، اگر شما ادبیات سال 40 50 ما رو خونید، 30 40 50 را، بعد سال 60 70 80 خونید، ادبیات سال 40 50 ما موضوعش پخته است و دیگه پخته و ترک امک جانی تبر امک رو، بعد پر یک شعر است، خواب کن خلقی عزیزم خواب کن،
پرت یک گوهر جنبانی تو است. این شعرهای مزخرف و مضحکه یا ستایش لنین و داهی و استالین و اینا. ما بعد سال 70 میبینیم از همون شعری استاد قناعت که سال 60 نویس تاجیکستان اسم من. این یک گیمن هستیم و شاگردای خودی مکتب استاد قناعت، لایق، بازار و گلرخسار، من این 3 نفر برای آن نامبر میکنم که اینا واقعا هم درباره ستایش تاریخ، ستایش زبان، گذشته تاریخ نوشتن و ما دگرگون شدیم. و یک چیز دیگه فراموش نکنیم، نقش کتاب غفورov سال 1972 مرحله نو در تاریخ ما شروع می شود. این تحرکی که کتاب تاجیکان برای جامعه ما بخشید، ما سالهای 90 در دانشگاه وقتی که میخوندیم، آخر 80 اول 90 استاد ما میگفتن که وقتی که این خبری همین کتاب تاجیکان در این باره کم نوشته شده است، در مسکو نشر شد، یک غلغله عظیم در جامعه شوروی در تاجیکستان بود، یعنی حس افتخار با اومد. این بسیار حادثه، اینا همشون برای خودشناسی ما زمینه گذاشت و من فکر میکنم که پیش زمینه استقلال ما همین حادثه بودن. خب با تمام حسن و قبحش شوروی 70 سال حاکمیت راند. مختصر مشخص‌تر گفتم میتونم که مهمترین چیزهایی که شوروی با ما داد چی بود و مهمترین چیزهایی که از ما گرفت چی بود؟ بیاد اول از داده‌هاش بگویم من چی داد برای ما. خب یکم این چیزی که داد همین تأسیس همین جمهوری تاجیکستان داد که آغاز خودشناسی ما شد با همین محدودیتاش. دوم چیزی که داد جامعه شوروی ما خصوصا در قسمت تاجیکستان مرکزی و جنوبی اصلا صنعت وجود نداشت. در اینجا صنعت خصوصا در سالهای 30-40 اول صنعتی بسیار فقط غذا و اینها بود، یعنی کارخانه‌های غذایی، نان و آرد و اینها. بعد در سالهای 50-60 صنعتی ما بنیاد شد و این نیروگاهایی که ما امروز داریم از همون زمانه. دوم سوم نظام معارف میگه من آموزش و پرورش شوروی بسیار نظامی برای همون زمان خودش یک انقلاب بود. اینکه تمام قشرهای مردم دسترسی به معلومات و به سواد باشند، این کاری بی‌نظیر است. اگر شما کارهای سال 2030 را خونید، مکتب‌های محو بیسوادی در تمام شوروی از روسیه است، چون خود روسیه هم از روز معلومات از نصف زیادی اهالیش بیسواد بود. مکتب‌های محو بیسوادی، یعنی این سوم. چهارم همینجا استاد اگر که ایست کنیم، یعنی که تو اومدن حکومت که شوروی خلق تاجیک از خط و سواد دور بود؟ نه، این سوال شما رو سال 80 استاد لایق جواب داده است. یک شعر دارد میگه که من شعر در ذهنم نیست اما معناش همین است، میگه که بعضا در منبرها بعضی کودنها و ابله‌ها میگویند که تاجیکان تا انقلاب بیسواد بودن. بعد استاد لایق میشه تاجیک بیسواد بود فلان فلان تو بیسوادی یا رودکی. بعد هم که شروع میکنه تقریبا 30 نفر این گپ وجود ندارد، چون که درباره همون زمان داشت این سراسر بیسواد گپی. این ترغیبات خودی همون جامعه شوروی بود. این سوالی من از اون پیدا شد که شما گفتید که مکتب‌های محو بیسوادی تشکیل شد. راست. ببینید یک نکته رو باید اعتراف کنیم. دسترسی یکم به معلومات در اکثر زمان معلومات با پول بود. یعنی کسی که میرفت مثلا خود در مکتب هم که پیش مولا هم رفته که چی میخوان، بعد برای مولا استاد عینی میگه که 4 تا نان و با یگون چی برده میدادی. یعنی همه دسترسی نداشت. شوروی معلومات مجبوری کرد. معلومات هیچ وقت مجبوری نبود. شوروی معلومات مجبوری کرد. همون ما بسیار حکایه ها از همون مسجد همون سالها نقل میکنن که مردای 50 60 زنای 60 ساله برده میزنن، بعد چیزای عجیب پیدا میشه. زنی که مردی که در عمرش اون حرف نمیدونند یاد میگیرد. و دوستان کتابای در این باره کتاب یک محقق داشتیم ما پروفسور مقصود شکورov در این باره کتاب دارن، یعنی درباره انقلاب مدنی و در این باره مفصل گفته است. یعنی این چیز ما نمیتونیم این کار کنیم و واقعا هم یک چیزی بی‌نظیر بود و به همین خاطر ما سالهای بعد جنگ دوم جهان میبینیم که سال 50 60 فایزی موافق آمار خود شوروی فایزی از همون باسوادی به 60 70 میرسه. چیزی خیلی بلند بود و در سالهای اون 70 80 دیگه نزدیک 100 میشود. این چیزی نمیشد این کار کردن. بعد مسئله چهارم دستاوردی که البته میشد زیاد گفت اما چیز مهمش ما زنها ما تو انقلاب همین بلشویک تا همین آمدن بلشویک‌ها به قدرت ما زنها در انزوا بودند و از متن جامعه دور بودند. زنها به جامعه کشیده شدند، خودی حقوق دادن آواز به زن و یک چیز دیگر که خب آوازی شد. انتخابات شوروی انتخابات نمایشی بودن، چندان انتخابات نبودند.
اینش مهم نیست. دیگر مهم اینه که به زنها حقوق داده شد که خودش در برابر مرد مطرح کنه، یعنی برابری حقوق زن مرد و امروز گندری میگن، یعنی برابری گندری. و یک نکته دیگر، یعنی اون چیزهایی که در گذشته بود که نمیپرسیدن اصلا در عرف همین مردمی آسیا نبود، به شوهر دادن که هر کسی که میخواست. اون شاعر خلقی اون زبان میگن که یک شاعر یوسف میگفت که در یک شعرش که رحمت به حکومت سویتی رحمت، هر کس به اجازت داد گیرد دلخواشه. این ترنمی همون یک مرد مسجوعی در سالهای 30-40 است که از واقعیت دور نیست. این چهار به طور مختصر چهار دستاوردی عظیمه که شوروی برای ما داد. خب شوروی از ما چی گرفت؟ شوروی یکم چیزی که گرفت آزادی انسان ها را گرفت. شما ممکن گویید که آزادی، بعضی ها رو نمیفارد این گپ. شما نگاه کنید شوروی گذشته از اینکه مالکیت مردم را گرفت، دولت بست. شما در جامعه که شوروی ساخت که جامعه بسیار دشوار بود، حق فرار کردن از این کشور، تو وقتی که کسی فرار کرد در سال اول فرار کرد، وقتی سرحد بستن به شما اجازه انتخاب زندگی را نمیداد. در این زمان شما در یک کشور نمیخواید زندگی کردن، کشور دیگه گشوده میروید اگر قبولتون کنند. در هر صورت میتونید کشور را ترک کنید. در اون زمان این کشور اجازه نمیداد. اگر شما نگاه کنید وقتی که اینا آلمان هم رفتن بعد جنگ دوم جهانی آلمان تقسیم کردن، شوروی و متحدانش غربی ها، آلمان شرقی، مردم از آلمان شرقی همه فرار کردن. بعد دیدن نمیشد، بعد دیوار کشیدن که مردم فرار نکنند. یعنی یکم حق آزادی زیستی مردم گرفت. این بسیار چیزی بد بود. دوم ترس، با ترس جامعه را در ترس نگاه داشتن، در رعب نگاه داشتن. جامعه را در خیلی یک دوام 20-30 سال اینقدر قتل و ترور و اینقدر چی مردم ترسو میکنن. این چیز نمیتونه شما رد کنن. برای ما تاجیک‌ها چیزی بده که داد بر سیطره و بر حکومت زبان ما در آسیا خاتمه بخشید. شما روشنفکر یا همون آدمی پیشی قزاق و قرغیز و ازبک و ترکمن در مدرسه های بخارا و سمرقند و چی خوانده، زبانی ما بود. این زبان محدود کرد و به حاشیه راند. برای اینکه گپم به دلیل نباشد، شما وضع فرهنگی، وضع همون روحی و معنوی را از وضع زبان میفهمید. چرا ما در سالهای اولی آخر شوروی نخستین همایش ما و نخستین اعتراض زیایی تاجیک مسئله زبان بود. چون زبانی که تصور کنید ادبیات خلق‌های ترک زیر تاثیر زبانی ما پیدا شده است. ادبیات ما هند متحول کرد. من ایران نمیگم، زبان خودش. لیکن این ادبیات آمد خطش دوباره ما رو با چکچه ها برابر کرد. سال 28 و 40 اول الف با ما رو از فارسی گردون، دوم با فکر نکنید که اگر الف با رو بر نمیگردون مردم با سواد نمیشد. با اون سرمایه گذاری که شوروی روی معارف کرده بود، اگر با خط خطایی را میکرد مردم بود. چون که این معجزه خط نبود. واقعا شوروی برای معارف خرج 20 سال 20-40 خرج زیاد کرد و مردم با سواد شد. خط مردم بریده شد. زبانی که چند زبان تولید کرده بود آمد به جای رسید که روشنفکر تاجیک، دانشمند تاجیک، اکادمیک تاجیک در سالهای 70-80 آمد با زبان خودش گپ زدن نمیتوانست. و بعد حتما میگفت که بدقتتان رحمت. در کجای زبان تاجیکی بدقتتان رحمت است؟ با اشتهای تام این زبانی کلک شد. زبان از منبر و از مجلس و از دولتداری به حاشیه رانده شد. و ما در زمانی شما گیرید روزنامه جمهوریت حاضر 40 سال پیش بخونید با حاضر مقایسه کنید، زبان خیلی چی شد، یعنی غریب شد. و چیزی دیگر این که با اعتقاد مردم، با آیین مردم، ببینید من میتونستم گویم که شوروی در ساختن راه‌ها و خیلی مکتب گفتم روی آهن دیگر رو هم باید بگوییم. لیکن شما تصور کنید چرا در تمام قلمروی سابق شوروی مردم، اکثرا مردمی که جوان وقتی میشنوند با نفرت یاد میکنن، مگر اون نسلی که سال 70-80 دیده است. منم سال 70-80 دیدم. چرا؟ به خاطر اینکه آیین مردم به تمسخر گرفته شد، دین مردم به مسخره گرفته شد که این حادثه کس نکرده و نشنیده در تاریخ است. خب استاد شما هم در اول گفتید که شوروی مهمترین چیزی که به ما داد دولت تاجیکستان است. اما منقدان شوروی میگن که از محدوده وسعی که تاجیکان داشتن یک قسمش رو گرفت به خلق تاجیک داد و دیگرش رو به دیگر خلق‌ها اهدا کرد. بخشید من یک نکته برای شما بگم برای اینکه به دلیل گپ نباشد. یک نفر این گپ من از زبان یک ایرانی شنیدم. یک ایرانی به من گفت که من گفت
وقتی که به تاجیکستان آمدم و میدیدم که این روشنفکرای شما سال 90 فقط درباره سمرقند و بخارا میگن، بسیار میگفت بدم میآمد که چی قدر اینا میگن، خیلی نشد. وقتی گفت من ماموریتم در اینجا چی کاری در بخش فرهنگی کار میکردم، گفت وقتی من ماموریتم تمام شد و پیش از رفتم سمرقند و بخارا دیدم، آمدم بعد دست دادم، گفتم من باید اول اونجا رو میدیدم، من بعد رفتم دیدم که شما چی را از دست دادید. این سخن یک بیگانه به همین حادثه است، این به جای خود. اما با وجود این تأسیسی همین واحد با نام تاجیکستان این نمیشد این کار کرد، این میشد شکر کرد، شکری آفریدگار. البته که ما همچنین یک هسته ای داریم که امروز صدا ما رو به جهان میرسانیم و تاجیکا و فارسی زبانی دیگر در اطراف خود جمع میکنیم. خب استاد، استقلال تاجیکستان چگونه به دست آمد و آیا میتونم گفت که شوروی پشت کرد یک تحفه الهی بود که استقلال تاجیکستان به دست آمد؟ هر خلق راه خودش میپیماید برای استقلال. کشورهای افریقایی در سالهای 60 چقدر جان کندند. کردهای برادر و پسر عمکای ما بینید در کدام حال در ترکیه و عراق چه حال دارند. اینا مبارزه اینا 2 بار 3 بار شد همین در همین جنگ آخری که در سوریه شد، اینا رو امریکایی‌ها حتی گول زدن، وعدهشون کردن بر ندادنشون. اینا تعدادشون نزدیک 40-50 میلیون است. بعضی کشورها خلق‌های بزرگ ندارند، تعدادشون زیاد ندارند. اولا هر خلق سرنوشت خودش میپیماید و ما سرنوشت ما همین بوده. برای ما یک واحد اول در شوروی در اونجا داد. من بار دیگه برای چی گفتم ما نه در تأسیس نه در فروپاشی شوروی ما تاجیکا سهم نداریم. خودش آمد و خودش فروپاشی شد. خدا را شکر البته فروپاشی شد که ما به استقلال رسیدیم. اما ما اگر گوییم که ما یک استقلال ما هم خیلی آمد، ببینید این به احترامی به همون نسل میشد که برای این کشور مبارزه برده. خب برای این چه زمینه‌ها وجود داشت؟ ببینید شما نگاه کنید این کشور ساخته می شود. در زمان بابا جان غفور شما نگاه کنید سالهای 40 و 50 مسئله مهاجرت بود، مهاجرت آگاهانه زنده‌یاد اکادمیک و قهرمان تاجیکستان بابا جان غفورов که از واحه‌های کوهنشین به وادی‌ها تاجیکا رو میبرند، محیط فضای تاجیکی رو در تاجیکستان اینا کوشش برای همین روزی ما بودن، این دوربینی ها برای امروز بودن. ما کوششی همین شاعری هم کوشش استاد عینی را که تمامی روشنفکرای سمرقند و بخارا رو سال 23 گفتن که به تاجیکستان بیاد اینجا سازید. این ما نادیده باید نگیریم. اونا آمدن در اینجا بنیادی فرهنگ و زبان و موسیقی ما رو گذاشتن. خب کوشش دیگر همون شاعری سال 60 70 اون زنی که در شما روزنامه‌نگارا رو بهتر میدونید در اون روزنامه مدنیت معارف و مدنیت بورینیسا بردی درباره نوروز بحث میکرد، اون آدمای ناراضی رو در اون اطرافش جمع میکرد، اینا همش حرکت بودن. ما در سالهای 70 80 علاقه مردمی که کم کم بیرون رفتن علاقه در وجودشون این چیز پیدا شد. ما 2 حادثه عظیمی که در آستانه استقلال داشتیم، شما من یاد دارم این چیزا. سال 1988 دسته پامیر و لیگ برتری شوروی برآمد. شما میدونید تمام تاجیکستان جشن داشت. من اون روز درک میکردم که چقدر این علاقه احساسی خودشناسی بود، این پیروزی همه تاجیک بود. من یادم است چقدر مردم همدیگر رو تبریک میکردن و اصلا گاو و گوسفند میکشتن که دسته ما در برابر گرجی و در برابر ارمنی و در برابر روس و اوکراین، این افتخار ملی بود و همون بزرگترین همایش و انسجام ملی ما در آستانه انقلاب که زمینه محکمترین استقلال ما شد. مسئله همایش زبان بود که روشنفکران ما شروع کردند به نوشتن که این زبان، چرا؟ چون زبان به حاشیه رانده شد. در مکتب و مدرسه و در چی دیگه زبان تاجیکی کسی مردم بر فرزندانشون از مکتب تاجیکی نمیدادن، مردم حرکت میکردن با زبان تاجیکی گپ نزنن. این همایش شروع شد و ما زمینه استقلال ما رو با همین قانون زبان گذاشتیم. بله فروپاشیش کرد شوروی. حتی رهبریت تاجیکستان شوروی در سالهای 90 آماده قبول استقلال نبود، در حالی که در گرجستان و در کشورهای بلتیک ببینید چی حادثه میگذشت. ما رهبریت سیاسی اولی سال 90 آماده نبودن رهبران ما، لیکن با وجود این آمدین و این که میگن که مفت این پس از اون بعد از 1 سالش این قربانی که ما دادیم، من فکر میکنم خونی همون شهیدان گلگون کفنی سالهای 92 95 تاجیک که بیگناه کشته شدن، این خونریزی ها و ریختن خون استقلال ما رو بیمه کرد و ما صرف نظر از اینکه کدام
مرحله رو پس سر کردیم، ما باید در بعضی مسئله ها روشنفکران ما باید هم فکر باشن، هم بستگی داشته باشن. استقلال با هیچ چیز عوض می‌کردنی نیست. این سخنی بسیار حکیمانه است. ما استقلال با هیچ چی باید عوض نکنیم. یک. دوم، ما بر سر ارزش‌های ملی، بر سر تمامیت ارضی، بر سر زبان ملی، بر سر یگانگی تاجیکان و افتخار تاجیکان و اون مفاخر عظیمی که ما داریم باید با هم بحث نکنیم. زنده باشید. ما در این برنامه مرور کردیم به مهمترین رخدادهای 100 سال آخر تاجیکستان و امید داریم که از این برنامه اندیشه برای خود گرفته باشید. خیر تا برنامه‌های دیگر.